سلام رفقا، امروز یه تحلیل سریع از قیمت طلا در برابر تومان داریم. بریم ببینیم چه اتفاقی تو بازار افتاده. قیمت طلا توی روند صعودی قوی قرار داره و هفته اخیر رشد چشمگیری داشته، اما الان به سطح مقاومت مهمی تو قیمت 8,308,400 رسیده که ممکنه مانع رشد بیشتر بشه. همونطور که می‌بینید حمایت‌ها و مقاومت‌های مهمی داریم. مقاومت اصلی 8,308,400 تومانه که اگر قیمت این سطح رو بشکونه احتمال رشد بیشترش هست. حمایت مهممون هم 7,236,723 تومانه که اگر بازار اصلاح کنه اینجا یه حمایت قویه و یه حمایت قوی تر داریم تو رقم 7,235,042 تومان که اگر این سطح بشکنه یعنی احتمال نزول شدن روند زیاده. اگر قیمت از 8,308,400 عبور کنه احتمال ادامه رشد زیاده، اما اگر نتونه این مقاومت رو رد کنه ممکنه یه اصلاح تا حمایت‌های پایین‌تر داشته باشه. با توجه به کاهش روزانه 0.7% معامله‌گرا باید با دقت تصمیم بگیرن. اینکه روند بازار رو از دست ندین، لایک و سابسکرایب فراموش نکنید.